جناب وزیر داخله جناب سرار لمړی مننه کوم وزیر داخله تاسو له وینا نه چې ولستم ډاډ ورکړ چې ټول قواوې دي جناب سرار ضرورت واضح است که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازی به دفاع و عریضه به هدایت دادیم مسئولیت امنیت تمام شهروندای ما را به عهده بگیرن. این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت به وجه احسن انشاءالله تعالی ادا میکنیم. دوم، هر کسی که فکر آشوبگری یا چپاولگری یا قطع طریقی را داشته باشه باید با قوت تمام امرشان رفتار کنیم. خواهش ما است که نمره تلفن برای شکایت ها یا برای اطلاع دهی هم وزارت محترم داخله هم وزارت محترم دفاع و هم خواستن در امنیت ملی ایجاد شود که شبکه‌های مردمی ما از وکلای گذر، شورای محلی، نواحی پلیس و امنیت ملی و اوضاع ناحیه شهرواری همه در تماس باشند. زه غواړم چې بیا د کابل ټولو ښاریانو ته ډاډ درکړم چې تاسې